ز علم و معرفت پیدا شود. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. بی هنر گر دعوای بیجا کند رسوا شود. هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت. هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت. قطره چون واصل به دریا شود دریا شود. به نام خداوند و حق و عدالت. عرض ادب دارم خدمت حضار گرامی، مهمانان عزیز، اساتید محترم و جوانان اهل دانش و کتاب. به محفل پرشکوه تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی توسط بنیاد دکتر صاحب جمشید رسا را خوش آمدید میگم. پیشاپیش عذر ما را بپذیرین به دلیل اینکه یک کمی تأخیر شد. از مهمانای عزیز قلباً معذرت میخواهیم. انشالله که یه حوصله‌مندی حفظ شود، بخیر انشالله برنامه ما سپری شود. امروز گرد هم آمدیم تا از تلاش، پشتکار و شوق کسانی تقدیر کنیم که با عشق به مطالعه نه تنها خودشان را بالا ببرند، بلکه پیام روشن، کتاب یعنی چراغ راه فردا، را به جامعه برسانند. از جناب دکتر صاحب جمشید رسا و تیم همراهشان که شبانه روز زحمت کشیدن قدردانی میکنیم و تشکری میکنیم. و از حامی مالی این برنامه که توسط حاجی صاحب سید احمد نورزاد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، سپاسگزاری میکنیم که در این شرایط و با قلب و دست پر از مهرشان آمدن تا سرمایه گذاری کنند که در این شرایط تاجرانی مثل ایشان کمتر پیدا میشه که در عرصه علم و ادب و روشنایی سرمایه گذاری کنند، که فعلا حضور ندارن. تلاش میکنن که به برنامه وصل شوند بیاین. و محفل خود را آغاز میکنیم به نام خداوند خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از جناب استاد علی عباس محمدی خواهشمند هستیم که در جایگاه تشریف بیارن، با آیاتی چند از کلام الله مجید محفل ما را منور بسازند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. از جناب استاد علی عباس محمدی سپاسگزاریم که دلهای ما را نوازش داد. حضار گرامی، به محفل امروزی ما که به هدف از تقدیر از برندگان و ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار شده است شما را خوش آمدید میگم. مهمانای ویژه‌ای که در این جمع حضور دارند همه را از حوصله‌مندیشان، از لطفشان، صفا و صمیمیت آوردن قلباً تشکری میکنیم از همه دوستا و رفیقایی که اینجا حضور دارند. و در این قسمت محفل ما از جناب دکتر صاحب جمشید رسا بسیار دوستشان داریم و همیشه افتخار بودن برای جامعه. خواهشمندیم که در جایگاه تشریف بیارن در رابطه به برگزاری مسابقه کتابخوانی و حول و حوش این رقابت بیشتر با ما شریک بسازند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار، شاگردان عزیز، مهمانان بسیار زیاد گرانقدر، از حضور دکتر صاحب بشردوست، مدیر صاحب اسدالله کوهستانی، استاد جاوید محمد، جاوید جان ابراهیمی، رضا جان احمدی و تمام عزیزانی که در مجلس ما حضور پیدا کردن سپاسگزار هستیم و مهمانانی که بعداً بخیر با ما یک جای میشن. روز مبارک و خجسته است، روز تجلیل است
زحمات کسایی که کتاب خواندن. دوستای نازنینم، کتاب پنجره است به سوی جهانهای تازه. کتاب ما را در رسیدن به هدف اصلی انسان، امانا خودشناسی، کمک میکنه. در خداشناسی کمک میکنه، در مردم شناسی و طبیعت شناسی. کتاب بال پرواز است. کتاب میتونه ما را به معراج برسانه. خواندن یک کتاب در حقیقت یک عمر تجربی نویسنده است که او کتاب نوشته. شما میفهمین که اکثر پیشرفت های بشر بعد از اختراع چاپ و کتاب بوده. در کتاب 100 مرد تاثیرگذار تاریخ 2 یا 3 نفر اگر پیش از چاپ کتاب بوده، دیگه تمامشان بعد از صنعت چاپ بوده. به می خاطر من همیشه میگم یکی از اشخاصی که سبب انقلاب شد در دنیای بشریت او گوتنبرگ بود که با صنعت چاپ ارتباط تاریخی را به وجود آورد و ما را با بزرگای تاریخ وصل ساخت. که امروزه شما هر وقت دلتنگ هر بزرگ تاریخ شوین، یک گلاس چای سبز دم کنین و کتاب از امو بزرگ باز کنین و همراهش صحبت کنین. بعضی وقتا در محافل که روبرو میشیم، دوستا از من پرسان میکنن که استاد وطن جور شدنی است نیست؟ به نظرت چی راهی جور شدن است؟ اگه به نظر شما بدبین معلوم نشم، من میگم هیچ راهی دیگه به ذهن من نمیرسه. وقتی میبینیم که هنوز درگیر جنگ با هم، تعصب، تنگ نظری، سمت پرستی، رنگ پرستی، منطقه پرستی هستیم، از منابع خود درست استفاده نمی کنیم، اینا هر کدامش پیام میتکنه وطن ساخته شدنی نیست. و وقتی آدم میبینه بر 100 سال دیگه کسی یک پلان منسجم برش نداره. اما یک چیز میگم برشان، میگم من یک امید دارم که با کتاب خواندن میتونیم مشکل وطن حل کنیم. اگر هر کدام ما دامان کتاب بگیریم، دوست ما کتاب شوه، مشکل ما حل میشه. اما قدر که به فکر خوردن غذا هستیم و به فکر معده خود هستیم، اگر یک غذایی بر مغز خود دوام سی از او توجه داشته باشیم، مشکل جهان حل میشه و مشکل وطن ما حل میشه. و غذای مغز چی است؟ مطالعه، کتاب. این جمله هم حتما از من نیست دیگه، از انشتین است. انشتین میگه که قدر انسان به فکر معده خود است، اگر نیم از او به فکر مغز خود می بود، جهان رنگی دیگه می داشت. دوستای نازنینم، کتاب دید ما را وسیع می سازه، کتاب آینده ما را روشن می سازه، تعصب و تنگ نظری را از بین می بره و راه حل تمام مشکلات جهان، از فقر، از جنگ، از نابسامانی، هر کدامی را که شما انگشت بانین، با جرأت گفته میتونیم که توسط کتاب میتونه حل شود. و این دیگه کاملا واضح و روشن است. هر کشوری را که شما میبینین پیشرفت کرده و زندگی آبرومند داره و در جهان حرف اول میزنه، از برکت کتاب است، از برکت علم است. البته باید بگوییم در 2 زمینه که مثال نتین که بعضی ها مثلا کتابم ساینس خوانده ولی هنوز مشکل داره. بله، راه حل بشریت علم جمع اخلاق است. در 2 زمینه کتاب بخوانیم، یکی در رشته درسی خود، یکی حتما کتابای اخلاقی را مطالعه کنیم. کی مطالعه کنه؟ همگی ما. عادت شوه باید بر ما. پدر مادری که کتاب بخوانه، زیاد نه 2 جلد کتاب، 1 جلد در مورد اصول زناشویی بخوانه، میتونن اول بین خود تعامل خوب داشته باشن.
شما اکثر خانوادهای ما را ببینین جنگ و دعواست. ماینه خانه ما هر روز زن شوهرایی میان که نان دارن، خانه 5 منزله دارن، موتر دارن، اما گریه میکنن به خاطر بلد نیستن با هم چطور جور بیان. و ما برش میگم که شما دوتایی که در خانه جور نمین دیگه، توقعتان از 2 حزب سیاسی مخالف از ابرقدرت ها چرا بر صلح است؟ یک جلد بخوانن بر زناشویی، یک جلد بخوانن بر تربیه اولاد سالم تربیه کنن. و این اولاد سالم 80 سال 90 سال در اجتماع وقتی می باشه، همگی از حضورش در اجتماع لذت میبره. و در چقدر وقت خوانده میشه؟ شبانه 10 صفحه بخوانن ظرف 1 سال، هم متخصص تربیه اولاد میشن، هم زناشویی خوب می داشته باشه. دهقان ما اگر کتاب بخونه میتونه حاصلات خوب از زمین خود برداره. شما میفهمین امروزه در جهان زمینی که سابق 1 نفر میتونست نان بده، امروزه بیشتر از 100 نفر او غذایش تهیه میکنه. اما در کشور ما و شما هنوز زراعت به مو شکل سنتیش است و هر سالم میوه ما را یا ویروس ها خراب میکنه، یا باد و باران خراب میکنه، یا اگر کدام ذره میوه ما ذخیرهش نمیتونیم، کشورهای همسایه او را میبره ذخیره میکنه، امو میوه خود ما را به چندین برابر پس سر خود ما میفروشه و این بدبختی جریان داره. اگر کسایی که در بخش مالداری کار میکنه کتاب بخونه، میتونن در قسمت تولید گوشت و شیر پیشتاز باشه. امروز شما ببینین با اساس علم ژنتیک کشورهایی که مساحتش به مراتب از ما کده کوچک است، اما در تجارت لبنیات و محصولات حیوانی مقام جهانی را دارن. کارمند ما اگر کتاب بخونه میفهمه که در اداره خود چطور خوب مؤثر واقع شود. تولید کنندای ما اگر کتاب بخونه میفهمن چطور تولید خوب داشته باشن، چطور تولید مفید بر هموطن خود داشته باشن. مصرف کنندای ما اگر کتاب بخونه میفهمن که از اسراف چطور جلوگیری کنن و از مواد و محصولی که به دستشان رسیده چطور خوب استفاده کنن. دکتر ما اگر کتاب خوان باشه، مریض ما دیگه مجبور نمیشه به خارج بره. از یک کشور فقیر سالانه میلیون ها دلار، اینجا مشاور صاحب وزارت صحت عامه است، شاید میلیون ها دلار ما به خاطر تداوی امراض از کشور خارج میشه. و این شرم است برای همگی ما که منتظر ویزای یک کشوری می باشیم که ما با او مرگ گفته میریم، اما عذر میکنیم ویزای تبته. ویزای خود چند هزار دلار سر ما میفروشه، بعدش چند هزار دلار دیگه در هتل و رستوران از ما مصرف میکنیم و چقدر دیگه در معاینات و دوای از او مصرف میکنیم. مریضی های عادی را تداوی میتونیم، اما مریضی که مشکل پیدا میشه میماند. دکتر صاحبای گلم، کتاب باید رفیقت باشه. و البته بله دکتر صاحبا میگه خب ما کتاب میخوانیم اما زمینه روش دیگه نیست. اینجا از دیگر هم میخوایم که زمینه تحصیلات بیشتر دکتر صاحبا فراهم شود. من امیال دکتر صاحبایی را میشناسم که بیچاره سالانه بیشتر از 5000 دلار مصرف میکنن رفتن برای فوق تخصص در کشورهای همسایه. و ما و شما معادن سرشار داریم، روزانه صدها کیلو طلا و زمرد و همه چیز استخراج میشه. نمیشه یک قسمت از این برای دکترها تخصیص داده شود؟ 100 سال است طبابت افغانستان دینمی خط جریان داره، هیچ بالا نمیره. تخصص 100 نفر روان کنین برای فوق تخصص، 10 کیلو طلا کفایت میکنه. 10 کیلو طلا را برای دکتر اختصاص بدین. متاسفانه در اکثر عمومیت نمیگم که باز بعضیا خواد گفت چرا اقلیت بگیم که کسی ادعا کرد بگیم شما دو اقلیت هستین. اکثریت معادن ما را 4 تا بی سواد میتیم، قرارداد امرایش میکنیم و او بی سواد کل پولا در جیبش قرار میگیره، در حالی که معادن سرمایه ملی است. او برای خود موترهای شیشه سیاه میخرد، در دبی و ترکیه و کجا برای خود خانه و شهرک میسازه، اما طبابت ما دمو بدبختی میمانه و با بسیار سادگی حل میشه. 100 نفر فوق تخصص روان کنین دیگه او فوق تخصص در کشور اینستال میشه و سطح علمی بالا میره. به هر صورت دکتر گلم همیشه فداکاری کردی ولی باید زحمت بکشی. اگه انجینیر ما کتابخوان باشه
دیگه خانه‌های ما در زلزله خراب نمیشه. بعد از اینکه باز ما مردیم باز میاریم حالا بگی پول که مرده دیگه پول چی کنه؟ فامیل مرده دیگه بیاین انجینیر خوب شویم که خود ما ساختمانایی بسازیم که مقاوم در زلزله باشه. عزیز دل من، میگی زلزله در کل کشور میه، بله، ولی در می زلزله‌ای که به می شدتی که در کشور ما میباشه در دیگه جای بینی مردم خون نمیشه. اما ما و تو همین ما زیر آوار میشیم. نشان میده انجینیری ما خوب نیست، خوب کتاب نمیخوانیم. یا شاید شما میگین برای ما زمینه ماستری و دکترا فراهم نیست که باید شوه، ولی باید قبول کنیم ضعیف. حقوقدان ما اگر کتاب بخونه میفهمه چطور قوانینی را بسازه که بر رفاه عمومی کمک کنه. هنرمند ما اگر کتاب خوان باشه میتونه آثار هنری خوب جور کنه. کارآفرین ما اگر کتاب خوان باشه میتونه زمینه اشتغال فراهم کنه. تجار ما اگر کتاب خوان باشه عزیزای دل من، که باز اینجا یک مشکل ما داریم، اگر تجار کتاب خوان داشته باشیم او میتونه به این فکر شوه که چطور سرمایه از این کشور بیرون نره. اما حالی اکثر تجار ما سرمایه از این کشور بیرون نمیبره، سرمایه از این کشور است. اما شهرک ساخته میشه در خارج کتش، بلند منزل ساخته میشه در دبی. ما یکی اقتصاد خرد داریم، مایکرو اکونومیست، یکی ماکرو اکونومیست، اقتصاد کلان. اصلا اقتصاد کلان در یک کشور مهم است. اقتصاد خرد اگر ما از یک دکاندار 50 روپیه یک چیز قیمت خریدیم و از نانبایی زیاد تفاوت نمیکنه، پول در خود کشور است. چیزی که تعیین کننده اقتصاد کشور است اقتصاد کلان است. که تجار ما این ذهنیت داشته باشه که تو سرمایه را از بیرون به کشور بیاره، نه که سرمایه از کشور بیرون ببره. اما قصای وحشتناکتر از این هم در بعضی تجار ما داریم که مثلا رفته میلیون ها دلار، میلیون که میگم بیجای نیست، سر رقاصه پاش داده. سالگیری یک دختر بوده، تجار ما بر رقابت نشسته، یکی الماس بتی یکی طلا بتی، میلیون دلار در یک شب، و او دختر هم 10 جای سالگیری داشته. اگر او وقت کتاب اخلاق خوانده باشه و تجار این کار نمیکنه. اگر معلم ما کتاب خوان باشه میتونه شیوه های درست تدریس یاد داشته باشه، نسل خوب تربیت کنه. اگر مدیرای ما کتاب خوان باشه امور خوب مدیریت کرده میتونه، یک ریاست و وزارت خود درست مدیریت میتونه. اگر رهبرها کتاب بخوانن سیاست جهانی را تحلیل تجزیه میتونن. شما یک رهبری را تصور کنین کتاب اقتصاد خوانده باشه، روانشناسی خوانده باشه، مردم شناسی خوانده باشه، تحلیل تجزیه بلد باشه، شما 40 سال از سیاست کشور را میبینین که در چی وضعیت است. برای یک دور خاصی گپم نیست. تمام تاریخ ما را شما مطالعه کنین، آسیب بزرگ ما از دست سیاست مدارا خوردیم. درست است در تمام اقشار مشکل داشتیم، اما وقتی سیاست مدار خرابی کرده، پایش لغزیده، کل کشور به تباهی رفته. چندین بار زیربناها را خراب کردیم، چندین بار توپ و تانک و تیاری خود به آیین کهنه فروختیم که امروز ما هیچ نوع دفاع نه از حریم هوایی خود میتونیم نه از حریم زمینی خود میتونیم. آسیب پذیر هستیم. اکثر سیاستمدارای ما را صبح خود نتانسته پیش بینی کنه، در حالی که در معادلات جهانی شما میفهمین برای پلان‌های 10 ساله و 20 ساله نه تنها برای کشور خود، برای کشورهای دیگه دارن. ما و شما صبح خود خبر نیستیم. چرا بوت نپوشیدی؟ بوتایم در خانه مانده بود، مکت چبلق این طرف آمدم. خود معلوم است که تو نمیفهمی که صبح بوت بپوشی یا چبلق. تو در سیاست جهانی نمیتونی دیگر جایی داشته باشی. اینا از عدم چی است؟ عدم مطالعه. و اگر خودت حوصله مطالعه نداری و خدا برات میسر ساخته و رهبر شدی، خود 10 تا مطالعه‌گر دیگر در پهلویت بان از هر بخش بگو تو برای من تحلیل کرده برو که اوضاع چطور است. اگر شهروند ما کتابخوان باشه میفهمه که کشور خود پاک نگاه کنه، وفادار باشه، سیم برق دوزی نکنه، کتاره پیش سرک دوزی نکنه، به بلند منزل خود آسیب نرسانه. شما برین اکثر بلاک های مکریان و بلند منزل ها را ببینین، آثار بدبختی و نادانی ما، مرمی بارانا و جای راکتا را شما میبینین. و بالاخره اگر مهاجر ما کتابخوان باشه میفهمه وقتی مهاجرت کرد
در کشوری که رفته چطور از فرصت ها استفاده کنه، چطور تحصیل خوب کنه که دوباره برای کشورش مفید واقع شوه، چطور برخوردی کنه که آسیبش برای دیگه هم وطنهایش در اون ملک نرسه، چطور رفتاری کنه که سبب نامبدگی کشورش و مردمش نشه. به هر صورت دوستای نازنینم، امو ضرب المثل که میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دیگه خودتان تصور کنین کتاب خواندن ضرورت هر کدام ماست. هیچ کس نمیتونه بگه من نیاز به کتاب خواندن ندارم. یک بار دیگه از آجی صاحب سید احمد نورزاد عضو اتاقهای تجارت افغانستان سپاسگزاری میکنم که برنامه ما را حمایت مالی کردن. ما 3500 نفر دوستا امتحان دادن، کلشان نام خدا نمرات خوب گرفتن، اما ما برای کسایی که 100 پوره 10 نفر برده بودن و 28 نفر که 98 برده بودن، یعنی تنها یک سوال اشتباه کرده بودن، 50 سوال 2 نمره‌ای داشتیم. از طرف حاجی صاحب برشان جایزه نقدی در نظر گرفته شده و در این پروسه از شروع تا به حال حاجی صاحب بیشتر از افلک افغانی را مصرف کردن. خداوند در عمرشان و کاربارشان برکت بندازه و تجار دیگه ما را هم خداوند توفیق بده که تو پروسه را همکاری کنن که راه اصلی دوستای نازنینم دادن یک بوجی آرد و برنج برای مردم نیست. بسیار سال هاست آرد و برنج میتیم و او خورده میشه و نقص اصلی هم که ایجاد میکنه، مردم یک دید گداییگر پیدا میکنه، منتظر است که همیشه دیگرها برش نان بده و اگر کتاب خواندن یاد بگیرن و اولادش کتاب خوان شوه، اولادش دیگه او فامیل هم بر علاوه او فامیل دیگرها را میتونه کمک کنه. که شما دیدین اگر یک کسی به یک تخصصی رسیده بسیار خوب و رومندانه زندگی میکنه. و آرزو دارم که تجار بزرگوار ما کتابخانه هایی جور کنن. خب یکی از عزیزای ما گفته بود که خب ما کتابخانه جور کنیم، کی میخوانه؟ میخوانه عزیزای دل من مثلا پیشنهاد دفتن اگر داشته باشون، ولی اگر آرامتر سرش گپ بزنیم راه های دیگه هم هست. مثلا شما یک کتابخانه داشته باشین، 10 عنوان کتاب برای 1 سال بگوین بخوانن دوستا، در ختمش ما امتحان میگیریم بر 3 نفر مدل سال موتر میتیم، همگی میخوانه. شما برای پدر مادرها بگوین که هر کس، ما اینی بسته تصویری تربیه اولاد داریم 100 ساعت از تولد تا 20 سالگی، کلش 100 ساعت میشه. هر وقت خواستین من رایگانه مو رو ثبت میکنم. پدر مادرها اینی 100 ساعت هر کس گوش کرد، ما از اونها امتحان میگیریم. برای پدر مادرای اول آپارتمان میتیم، بیگانام نمیشه، برای هموطنت میتی. با جای از یک سر از رقاصه پاش میتی، برای پدر مادرها میتی. و فایدهش چی میشه؟ کل مردم تعلیم تربیه اولاد یاد میگیره. وقتی اولاد تربیه که دیگه نه به پلیس نیاز است، نه به زندان نیاز است، نه به کشوگیر. در غیر از او اگر انسان تربیت نکردی، با تمام زور و با تمام صلاح و با تمام زندانات نمیتونی جلوی جرم بگیری و به بسیار سادگی اینا امکان پذیر است. ما مثلا امی امتحان کلان کردیم، در یک هفته 3500 نفر ثبت نام کردن، ما ثبت نام توقف دادیم و این پول به جای نمیره. که اگه شما بگین خب مثلا پول در کتابخانه برای امی عزیزای میره که شما میخواستین یک قوطی روغن برش بتین، امروزه اینا با غیرت خودی پول گرفته و اینا اولاد مستحق کشور است، اولاد پولدار که کتاب نمیخونه، اینا اولاد غریب و اولاد راستین از این کشور هستند. از دوستای نازنین ما، از کسایی که بنیاد دارم خواهش میکنم که در بخشای فرهنگ سازی که میکنن هم خیر ببینن، کورسا و مراکز ایجاد کردن، زیادتر توجه شوه. همون جمله مشهور که بیاین به جای ماهی دادن ماهی گرفتن یاد بتیم، حتی به جای ماهی گرفتن پرورش ماهی را برشان یاد بتیم که کشور به سمت خودکفا شدن بره. از مهمانای عزیز ما که با وجود مصروفیت لطف کردن، تشریف آوردن و محفل ما را منور ساختن، سپاسگزاری میکنم. خداوند خیر و برکت نصیبتان بسازه. مرا در اول اخطار دادن که زیاد گپ نزنید، که میگه نیم ساعت تو همیشه در گپ زدن مصروف میکنید. تشکر بسیار زیاد. سربلند و پیروز باشین. تل دیوی افغانستان، آباد دیوی افغانستان، ورورولی او آرامی او آبادی همیشه وار کور مودن.
هرگز دل من ز علم محروم نشد. هرگز دل من ز علم محروم نشد. کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. از جناب دکتر صاحب گرامی، جناب دکتر صاحب جمشید رسا سپاسگزاری میکنیم از بیانات ارزشمندشان. صحبت‌های بسیار مفید داشتن در رابطه به کتاب و کتابخوانی و اینکه چه تأثیری به کشور ما داره و چقدر میتونه که به سوی ترقی و تحول ما را سوق بده. و حال اجازه بدین که از رسانه های محترم سپاسگزاری کنم از همکارای گرامی که قدم رنجه فرمودن، در این برنامه اشتراک کردن، محفل را پوشش میتن، در کنارش در خدمت جامعه هستن و اطلاع رسانی میکنن. در قسمت محفل ما از جناب از کسی دعوت میکنیم که تمام عمرشان را برای ساختن فکر فرزندان سرزمین وقف کردن و صادقانه کار کردن و صادقانه درخشیدن. جناب اسدالله کوهستانی استاد افتخار افغانستان را دعوت میکنیم که در جایگاه تشریف بیارن و از تجربه بزرگی که در این مسیر داشتن ما را شریک بسازند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ارجمند، اهل اندیشه و معرفت، بزرگان محترمی که در مجلس حضور دارند، تا جایی که مدیدم استادای بزرگوار دانشگاه هم وجود داره، رسانه های عزیز ما وجود داره، جناب بزرگوار و عزیز ما وکیل صاحب، وکیل با درک و با احساس کشور ما وجود داره. اگر نام همه را بگیریم میشه که تعدادی از دوستا به یاد ما نبیاید نامشان. ما حضور همه شما را خیر مقدم میگویم و با حضور همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گپ ما سر کتاب و کتابخوانی است. جا داره که من یک شعری را به خوانش بگرم و بعد از او هم یک دو مصرع دیگه است که او را به خوانش بگرم که لازم و ملزوم یک دیگر هستند که اگر یکش داشته باشیم و دیگر را نداشته باشیم باز هم باعث مشکلات میشه، باعث پیشرفت و ترقی نمیشه. علم و دانش افتخار مردم دانا بود. علم و دانش افتخار مردم دانا بود. با قلم کوتاه سازید قامت شمشیر را. مثل دیگهش که لازم است باید تو روایت شود. غرق وحدت باش اگر آسوده خواهی زیستن. غرق وحدت باش اگر آسوده خواهی زیستن. ماهیان را هرچه باشد غیر دریا آتش است. صحبت‌های بسیار خوبی را داشت جناب دکتر صاحب سر کتاب و کتابخوانی که واقعا راه سعادت و راه نیکبختی را داره. مردمای شریف و باعزت همیشه وقت افتخار بالای چی میکنه؟ بالایی که علم داشته باشه، دانش داشته باشه، بالای ازی فخر میکنه. زمان شمشیر که بود در کشور ما، استقلال ما، آزادی ما زمانی به خطر بود وقت شمشیر هم بود.
بزرگای ما، گذشتگان ما، نیاکان ما، اجداد ما استفاده داشت به خاطر آزادی کشور. ولی بهترین صلاح برنده که ما بتانیم هم خود نجات بدیم، هم کشور خود نجات بدیم، هم مصدر خدمت به جامعه خود چیم، همانا علم و دانش است. که علم و دانش از کجا به دست میاد؟ از کتابخوانی. زمانی که ما فرهنگ کتابخوانی را نهادینه بکنیم در بین جوانای ما، در بین جامعه ما در مجموع، نه تنها کتابخوانی به جوانا، و همه کسایی که در یک کشور زیست میکنن، زندگی میکنن، کتاب خواندن خالی از مفاد نیست. کتاب خواندن ما را، جامعه ما را به طرف سعادت، به طرف نیکبختی، به طرف پیشرفت میکشان. بسیار سپاس میکنم، تشکر میکنم که امروز ما در رابطه کتاب و کتابخوانی در این محفل بسیار بزرگ، در این محفلی که از هر طرف آن عطر معرفت از هر گوشش به مشام ما شما میرسه، اشتراک داریم. محفلی که در ستایش کتاب و کتابخوانی برگزار شده است و چه زیباست که انسان در میان غوغاهای روزگار هنوز دل به نور قلم و چراغ کتاب بسته است. هزارها مشکل داریم، هزارها مشکل، همه شما درک میکنیم، ما هم درک میکنیم، ولی بسیار گپ خوب دیست که ما باز هم گرد هم جمع میشیم با داشتن هزارها مشکل، با داشتن هزارها تشویش، با داشتن زندگی های نابسامان و زندگی های حقیر و فقیری که داریم در مجموع، ما فرهنگ کتابخوانی رو میخواییم که نهادینه بکنیم. فرهنگ کتابخوانی رو میخواییم که در ذهن جوانای عزیز ما، در جامعه ما نهادینه بکنیم. جای بسخوشی و جای افتخار است. کتاب میراث جاوید بشر است. هر صفحه‌اش فریاد عقل و تجربه انسان‌هایی است که پیش از ما زیستند و راه را برای ما روشن کردند. کتاب همان نور است که جهل را میشکند، روح را بیدار میسازد و ذهن را به پرواز می آورد. واقعا زمانی که یک آدم کتابخوان می باشه، زمانی که یک جوان کتابخوان می باشه، همیشه وقت حلیم است، همیشه وقت بردبار است، همیشه وقت با حوصله است، همیشه وقت با مدارا است. این خودش انسان به قله‌های بلند پیروزی میکشونه که جای بسیار افتخار است به همچو جوانای ما که به کتاب و کتابخوانی علاقه دارند. ملت‌های کتاب را گرامی می‌دارند در حقیقت آینده خود را می‌سازند و جوامعی که از کتاب فاصله می‌گیرند در تاریکی غفلت فرو می‌روند، به طرف بربادی میرند. مملکت‌های کال رشد کرده، پیشرفت کرده، ترقی کرده که ما پاچه را ور میزنیم به اصطلاح وطن، بدویم به طرف مملکت‌های دیگه. مملکت هم همه تو انسان است، همه توی که ما گوش، بینی، چشم، دان و غیره و غیره داریم و هم داره، ولی او توجه کرده که به خاطر پیشرفت وطنش هم کتاب بخونه، هم کار کنه، زحمت بکشه، مملکتش به طرف پیش بره. یک وقت در ویدیو میبینم کسایی که رفت جوانای عزیز ما در مملکت‌های بیرون میگو ما نهاق آمدیم، ما نهاق آمدیم. به این مانا که در این مملکت بیچاره خو زده، در اونجا که میره بساط سرش کار میکنه. او طرفدار عزیز که مملکتش به طرف نزول نره، به طرف پیشرفت بره، به طرف ترقی بره. بنابراین جوانای عزیز ما در اوجم چون ایجا به اصطلاح وطن آموخته شد به زندگی‌هایی که کار 1 ساعت کرد، خواب 10 ساعت. حال در مملکت‌های دیگه که رفته اوجا کار است، زحمت است، او به او خاطر پیشرفت میکنه، ترقی کار بکنه. امیدوار هستم که ما در کشور خود کتاب بخونیم،
مطالعه بکنیم، همیشه وقت ما زندگی خوب و زندگی آرام و زندگی مرفه را داشته باشیم. گپای من دور نشه، دراز نشه. یک ویدیوگه که دیدم در وطن ما شما یک تکر موتر عادی، یک تکر موتر میشه 100 نفر رو جمع میشه که الله تو شو تلاوتو. من در ویدیو دیدم پایان شو هر دو دریور مکتب خان است، دریورش مکتب خان است، آهنگرش مکتب خان است، مستریش مکتب خان است، کتاب خان است. پایان شد. ایگو برادر مدرسه راست خود نامدیم، من منظم نامدیم، گناه دم است. ای جواز سیرم بخیر موترت جور میکنم. او احترام کرد برای شش رفت. از ما جنگ میشه، از ما بغل بازی میشه، از ما آدم کشی میشه، از ما بنیا خون میشه. به خاطر چیز؟ ما کتابخوان نیستیم. ما گذشت داشته باشیم. ما همیشه وقت از در عقل و منطق پیش بریم. وقتی کتاب خواندیم از در عقل و منطق پیش رفتیم، اونم خودش است که ما آبروی ما بجای، عزت ما بجای، کشور ما به طرف پیشرفت، به طرف ترقی سوق میشه، راهنمون میشه. از کجا؟ از فرهنگ کتابخوانی. کتاب یگانه دوست خاموش اما همیشه بیدار است. دوستی که نه خیانت میکند، نه دل میشکند، بلکه در هر حال انسان را به سوی خرد، ادب و آگاهی فرا میخواند. امروز باید در مکتب‌ها، در خانه‌ها فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را چون چراغ مقدس زنده نگه داریم. باید به شاگردان خود و هموطنان عزیز خود بیاموزیم که هر ورق کتاب دروازه است به سوی دنیای تازه و هر کتابی پل است میان انسان و حقیقت. بیایید با هم تعهد کنیم که کتاب را نه تنها بخوانیم بلکه با آن زندگی کنیم. اندیشه آن را در رفتار، گفتار و غیره کارهای زندگی روزمره خویش جاری سازیم و مکتب‌ها، خانواده‌ها، جامعه ما را به کانون دانایی، تفکر و پژوهش بدل بکنیم. کتاب آینده جان آدمی است. هر کس نسیمی است از باغ معرفت و هر واژه‌اش ستاره است که در آسمان اندیشه. کتاب معلم خاموش است. کتاب بی حیا سخن میگوید اما جان را بیدار میسازد و عقل را به پرواز میبرد. هر ملتی که با کتاب زیست میکند با روشنی زیست میکند. هر نسلی که کتاب را بوسید با آینده روشن دست یافت. ای دوستان دانایی، بیایید کتاب را نه در قفسچه ها جا دهیم، بخوانیم تا بفهمیم، بفهمیم تا بهتر بسازیم و بسازیم تا فردای زیباتر از امروز بیافرینیم. و جامعه که کتاب را دوست دارد و میخواند آیندهش روشن است و ملتی که کتاب را کنار گذاشت در تاریکی و نادانی گم شد. دوستان عزیز، کتاب صدیقترین، بی‌توقع‌ترین و دائمی ترین رفیق برای هر کس است. کتاب از ما نان نمیخواهد. کتاب از ما کدام امتیاز دیگر نمیخواهد. جوانای عزیز ما، کتاب رفیق بگی، کتاب به طرف پیشرفت میبرید. کتاب به طرف سعادت میبرید. کتاب به طرف زندگی های آرام و مرفه میبرید. تکرار میکنم، کتاب صدیقترین، بی‌توقع‌ترین و دائمی ترین رفیق برای هر کس است. در پایان سپاسگزاری میکنم از جناب محترم دکتر صاحب رسا و از سایر دوستان و عزیزانی که برنامه را، محفل امروز برای انداختن. خداوند بزرگ کامیابی و سعادت نصیبشان بکنه. یک موضوع دیگر که چون استاد رسا که امروز به صفت یک جوان با درک و با احساس، به صفت یک جوانی که
مخیل برای مردم ای سر بالا کرده. ما در مکتب غلام حیدرخان بودم، در مکتب غلام حیدرخان خواند، فارغ شد، خانه کرایی داشت. در مکتب غلام حیدرخان خواند، در خانه مادر بزرگوارش مریض بود، قلبی مریض داشت، ولی جوان با درک بود، جوان با احساس بود، زیر تاثیر زندگی ها نرفت، مطالعه کرد، مکتب خواند، توجه کرد، حالا دست مردم نیازمند میگیره. اگر تعهد نمی داشت، آرمان نمی داشت، هدف نمی داشت، آرزو نمی داشت، اونمو بود که با امو خانه کرایی آلیان باید زندگی میکرد. جناب دکتر صاحب رسا احساسش درک چاپلوسی رو من یاد ندارم، فکرتان باشه. دکتر صاحب رسا یادت باشه کلانکار هم نشی. معلم های متقاعده جمع کرد، مرا گفت، لستشان برش دادم، محفل جور کرد، با هر معلم صاحب در زمستان 10,000 روپیه کمک نقدی کرد، چاشتم خدمتشان کرد. این خودش از چی بود؟ از کتابخانیش بود دیگه، از احساسش بود، از اونمو فکر رسایش بود که رسا تخلص مانده، که واقعا دید که جامعه را کی به طرف نجات میبره، به طرف سعادت میبره، معرف میبره. سپاس میکنم از ایشان. یک موضوع دیگر میخوایم خاطر نشان بکنم که یکی از پروفیسورهای افریقایی یک پوانتون ساخت سر معارف و مکتب، کتاب هدف من. بعد از تکمیل کار یک لوحه بسیار بزرگ و کلانه زد سر پوانتون، سر دروازش که الگو شود به محصلین. گفت که نوشته کرد اگر میخواهید کشوری را تحت مستعمره خود بیاورید، به تانک، به توپ، به طیاره نیاز نیست. به چی نیاز است؟ کیفیت معرف آن را پایین بیاورید، شاگردان معرف آن را به نقل عادت بدهید. پیامدش چی؟ 2 نقطه سر به سر، شارحه. پیامدش دکترایی که با کیفیت پایین، با نقل در یک مملکت به دکتری رفت، مریضای مملکت رو میکشن. انجینرایی که با کیفیت پایان، با نقل به انجینری رفت، اما طوری که رسا گفت تعمیرایی که جور بکنه تعمیرایش از بین میره. قاضی که به قضا رفت بیخ بون قانون میکشه. سیاست مدارایی که نفهمید 5 سال بعد چی میشه، این سیاست مدارا مملکت به طرف گمراهی و تباهی و بدبختی میبره، مثل کشور ما هم تو شد دیگه. بناهن گفت به تانک و توپ نیاز نیست که تانک و توپ پیدا بکنی، فقط همین کاره کو، کیفیت معرف پایان بیار، معرفش ضربه بزن، مملکت دیگه خودش به زودترین وقت نابود میشه، از بین میره دیگه. از توجه همه شما برادرای عزیز بزرگوار ما تشکر، سپاس. زنده باد فرهنگ کتابخوانی، زنده باد مکتب و معلم، زنده باد دانایی و آگاهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار ببخشید که من زیاد گپ زده باشم. همنشین به از کتاب مخوا، که مصاحب بود همگه و بیگاه. این چونین همدم لطیف که دید، که نرنجید و هم نرنجانید. بسیار زیاد تشکر جناب استاد گرامی کوهستانی صاحب عزیز. جناب دکتر صاحب جمشید رسا را دعوت میکنیم که با لوح سپاس مهمان بعدی را بر ما در استیج بخواهند و هم سخنرانی شود و هم تقدیر. از مدیر صاحب اسدالله کوهستانی سپاسگزاری میکنیم. مدیر مکتب ما بودن و نام خدا میبینید چطور پرقدرت هستن، با انرژی، هرچند تقاعد کردن ولی ما به خیر آرزو دارم که یک مکتب به نام خودشان ساخته بتانم و مدیریتش برشان بدم. در کار مدیریت فوق العاده هستن. برای مدیر صاحب ما قبلا تقدیرنامه داده بودیم. یک پلان داریم که از نخبه های کشور بتانیم تقدیر کنیم، هرچند
یک تقدیر توسط یک برگی کاغذی است، ولی همون که میگن برگ سبز توفه درویش چی کند بینوا همین دارد. اوس د گران استاد د زرونو محبوب د وطن خادم او حقیقت ویونکی استاد جناب استاد جاوید مومن څخه ایله کوو چې سټیج ته راشي، هم تقدیرنامه واخلي او هم خپل وینا. استاد بزرگوار یک جان سپاس، خدا شما را آرام داشته باشه. دیگه انشالله ما روزی برسه که بتونیم خدمت زیاد برتان کنیم. در خدمت مردم صادقانه قرار داره جناب استاد و همیشه حقیقت بیان کرده. برشان طول عمر میخوایم خداوند از مصیبت ها و آسیب ها حفظشان کنه. تشکر بسیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه ستاسو حضور ته وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیاً د ټولو درنو استادانو، علمي شخصیتونو او ګرانو ځوانانو په اجازې سره نن د ویاړ ځای دی چې موږ په داسې یو مجلس کې، په داسې یو غونډه کې ګډون لرو چې واقعا دا د افغانستان جوړونې غونډه ده. دا د زموږ او تاسو د افغانانو د پرمختګ غونډه ده. ویاړ لرو چې په دې غونډه کې ګډون لرو. او زه باید مخکې له مخکې یعنې خبرو نه مخکې باید ډاکټر صاحب څخه ډېره مننه وکړو، ډاکټر صاحب جمشید رسا څخه چې واقعا د افغانستان د علمي کورنۍ یو کادر دی او تل د افغانستان معارف لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي چې ترې مننه کوو. او په علمي برخه کې واقعا د دوی زحمت، د دوی تکلیفونه د مننې وړ دي چې هر افغان باید مدیون اوسي، ځکه په ډېر بد وضعیت کې، په ډېر محدود حالت کې زموږ او تاسو معارف لپاره یې زحمتونه ویستي. حتی تاسو ګورئ آنلاین درسونه د ډاکټر صاحب هغه کوم سیډیانې چې جوړې کړي دي زموږ او تاسو د خویندو لپاره کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. او نن بیا هم ثابته کړه چې ډاکټر صاحب په علمي برخه کې واقعا د دوی هغه لاسته راوړنې د پام وړ دي، ځکه چې کلونه کلونه لسیزې کېږي موږ نه دغه د کتاب نوم او مفهوم له موږ نه ورک شوی دی، حتی ورسره نااشنا شوي یاستو. دا چې بیرته د کتاب فرهنګ را ژوندی کېږي او د کتاب نوم بیرته را ژوندی کېږي، دا د ویاړ ځای دی. پرته له شکه کتاب واقعا د هغو انسانانو د تجاربو، د افکارو یو مجمع ده چې هغه راغونډېږي، لیکل کېږي او موږ نسلونه ترې استفاده کوو. د تاریخ، د تجاربو یوه ټولګه ده چې له علماو نه، له پوهانو نه موږ او تاسو ته په میراث پاتې کېږي. ډېر هیوادونه تاسو وګورئ چې پرمختګونه یې کړي دي، هغه د همدغه کتاب له برکته ده چې نن د پرمختګ هغه سفر، هغه پرمختګ مزل کړی. په نړۍ کې ډېر جالبه و چې ما یو څه ولیده، یو څېړنه شوې د نړۍ پرمختللي هیوادونه مې ولیدل، پرسنټیج فیصدي چې څو فیصده دوی مطالعه کوي، څومره وګړي کلنۍ مطالعه لري. په لومړی سر کې د امریکا هیواد و. تاسو ګورئ چې اوس امریکا په نړۍ کې راج چلوي، سیاست، اقتصاد، تکنالوژي د دوی په لاس کې دی. ولې؟ یو علت یې همدا ده چې د علم او تکنالوژۍ لپاره یې کار وکړه، په وګړو باندې کار وکړه. هر فرد یو امریکایی په ورځ کې او په کال کې 18 کتابونه دوی مطالعه کوي. زه راغلم نور هیوادونو ته، بیا همداسې ساعتواره مې مطالعه وکړه. هندوستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې هر وګړی په ساعت کې یو کتاب یعنی یو ساعت مطالعه لري. او راغلم افغانستان ته چې ولې موږ شاته پاتې یاستو. د افغانستان ډېر جالبه فیصدي وه، هر افغان د 1 دقیقې نه کم ورځ کې مطالعه لري. دلته کله چې ما مقایسه وکړه وملیده چې موږ او تاسو د دې پرمختګ نه څومره شاته پاتې یاستو. د اسلامي نړۍ او د مسلمانانو یو څېړنه وه چې هغې کې ما مطالعه وکړه، یعنې اندلس نه نیولی بغداد، سوریه، مصر،
چې موږ ستر ستر کتابتونونه درلودل چې په هغه کې سلګونه کتابونه ول او زموږ او تاسو پوهانو علماو چې لیکنې کړې وي موږ او تاسو د پرمختګ په حالت کې ولو. افغانستان، نور هیوادونه، سید جمال الدین افغان، ابو علي سینا یې درلوده. موږ او تاسو په ډېر نږدې تاریخ کې عبدالاحد مومند چې فضا ته جګ سو، خو په دا 50 کالو کې بدبختانه د افغانستان جګړو وښودله چې موږ څومره له دې پرمختګ کاروان نه شاته پاتې یستو. افغانان د کتاب له نوم سره ناشنا یو. نن تاسو وګورئ په کورنیو کې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان، زموږ زنانه تشدد نه ډک برخورد وګورئ، اخلاق وګورئ، نزاکتونه وګورئ. یو علت دا ده چې موږ له کتاب نه ډېر لرې پاتې یستو. موږ او تاسو په اسلام کې ګوره اولین ځل اقرا موږ ته ویل چې ولونه، زموږ او تاسو پیغمبر ته ویل ولونه. څومره ټینګار په اسلام کې شوی دی په کتاب لوستلو باندې، په مطالعه باندې، په علم باندې. ولې اوس وګورئ مسلمانان چیرته پاتې دي. هغه اندلس او هغه مصر او بغداد او سوریه او پرمختګونه وګورئ چې کله موږ او تاسو شاته پاتې سو، تر ننه پورې موږ د پرمختګ له کاروان نه شاته پرېښودو. موږ په نورو مسایلو کې مصروفه کړو، پرمختګونه غربیانو وکړه. په سیاسي برخه کې تاسو وګورئ له 200 نه زیات سیاسي متفکرین لرو، خو ډېر کم تعداد کې مسلمانان پکې وي چې هغه سیاسي نظریې ورکړي. سیاسي نظریې ټول د اوس لویدیځو هیوادونو پوهانو په لاس کې دی، متفکرین د دوی دي، خو موږ تاسو وګورئ ډېر شاته پاتې یستو. علت یې څه ده چې له کتاب نه ډېر لرې پرېښودلو، له پرمختګ نه لرې پاتې شولو، له علمي برخې نه لرې پاتې شولو. موږ او تاسو خلافت چې له منځه لاړه، همداسې امپراتوریانې له منځه لاړه. یو علت دا و چې دوی ویل باید دوی له علمي پرمختګ نه باید شاته پاتې شي، دوی پرې نږدو چې مسلمانان علمي پرمختګو ته ورسیږي. هماغه و چې موږ شاته لاړلو او بالاخره هم د مشروعیت له بحران سره مخامخ شو او هم د هویت له بحران سره مخامخ شو. تر ننه پورې افغانان بدبختانه د 50 کاله 15 لسیزې بدبختۍ یې تېرې کړې. یو علت چې و چې علمي کاروان نه موږ لرې پاتې شولو. اوس وګورئ ځوانان په چیز کې مصروفه دي. د کتاب فرهنګ خو هیر شوی، د کتاب نوم هیر شوی. موږ او تاسو ډېر دا حقیقتونه دي سوشل میډیا کې مصروفه یستو. د کتاب د مطالعې ځای سوشل میډیا نیولی، فیسبوک، ټیک ټاک، انستاګرام دې ځای نیولی. هر ځوان مو وګورئ نور ځایونو کې وګورئ، مثلا په امریکا کې وګورئ، په نورو اروپایي هیوادونو کې وګورئ، په ریل کې ځوان ناست دی، کتاب په مخ کې دی، مطالعه کوي. په طیاره کې ناست ده، مطالعه کوي. زموږ او تاسو ځوانان وګورئ که په هر ځای کې ده، موبایل لاس کې ده، سوشل میډیا کې مصروفه یې پاتې کړي. او دا سوشل میډیا هم قصدن دغه هغه وګړي، هغه ځوانان یعنی اسلامي نړۍ په دې کې مصروفه کړي. ځوان له کتاب سره ناشنا دی، حتی زموږ او تاسو ماشومان په دې کې روږدي کړي دي. په ټکنالوژي، په د سوشل میډیا کې موږ او تاسو مصروفه پاتې شوي یستو. تاسو وګورئ یو چا ماته ویلې، زه ډاکټر صاحب جمشید رسا یا نور استادان دي، دا اوس په ټیک ټاک کې لایف راسي کینی، شاید ورته 100-150 نفره ورته کینی ځوانان، خو څوک چې کنځلې کوي، څوک چې بد رد وایي، څوک چې اخلاقي فساد ته لمنه هواروي، هغو ته وګورئ په لکونو کسان کینی. ولې؟ د دې لپاره چې موږ او تاسو له کتاب نه لرې پاتې یستو، علمي برخې نه لرې پاتې یستو. زموږ او تاسو هغه فکر چې باید ولرو هغه موږ نه پاتې د هغه علمي فکر موږ نشو درک کولی چې د دې ټولنې لپاره کوم شیان ګټور دي چې هغه موږ وشو کړی دا ټولنه د پرمختګ په لور روانه کړو. حتی زموږ او تاسو لکه رهبران سیاسون که مطالعه ونه لري، حتی په سیاسي علومو کې ډاکټر صاحب هم دلته شته ده، بشردوست صاحب، موږ او تاسو سیاسي ټولنپوهنه لرو. له ټولنې نه چې مطالعه ونه لري، دقیق مطالعه ونه لري، دقیق آمار ونه لري له ټولنې نه، هغه ده چې موږ او تاسو سم سیاستونه نشو کولی. ځکه چې ټولنه ونه پیژني، د ټولنې وګړي ونه پیژني، تعصب به هم درنه کېږي پراخه، په هغه کې ژبني تعصب به کېږي، قومي تعصبات ته به هم لمنې، هر اړخ نه به موږ او تاسو هغه بدبختۍ سره مخامخېږو. د کتاب ویلو، مطالعې فرهنګ باید افغانستان کې راژوندی سي. هغه څنګه راژوندی کېږي؟ لکه نن چې د ډاکټر صاحب خیریه بنیاد چې دا ابتکار په لاره اچولی دی، واقعا د زړه نه باید ورنه مننه وکړو. هر افغان باید ترې مننه وکړي. دا باید ورو ورو عامه پوهاوی ترسره شي. سوشل میډیا کې باید دغسې موارد باید پراخ کمپاین ورته وسي، تر څو موږ بیرته هغه فرهنګ چې له موږ نه هیر شوی دی هغه بیرته راژوندی کړو.
نن که پرمختګ کوي ته په علمي لارې پرمختګ کوي. ډاکټر صاحب هم یو نیم وخت خپل خبرو کې ویلې، زه هم غواړم چې هغه ووایو. موږ ویل گر ندانی غیرت افغانی هم چو با میدان بیایی میدانی هم. اوس به وایو گر ندانی غیرت افغانی هم چو با میدان علمی بیایی میدانی هم. په علمي میدان کې اوس باید موږ او تاسو پراخ لاسته راوړنې ولرو. اوس ګورئ که جګړه ده، که اقتصاد ده، که سیاست دی، که هر څه دی، هغه اوس په دې شیانو باندې نه ګټل کېږي، هغه په علم او تکنالوژۍ ګټل کېږي. زه هر ځای کې مثال د جګړې د ایران او د اسرائیل ورکوم. ایرانیانو واقعا دفاع وکړه د خپل حریم نه، د خپل هیواد نه دفاع وکړه. هغه په تکنالوژي دفاع وکړه، هغه په علمي برخې دفاع وکړه. د تکنالوژي تر شا متخصصین ناست ول، که هغه په نظامي برخه کې ده، که هغه په اقتصادي برخه کې ده، که هغه په سیاسي برخه کې ده. که موږ او تاسو هم په دغه علمي برخه چې اوس ډېر شاته پاتې یاستو او همداسې شاته لاړ شو، له دې پرمختګونو نه پاتې کېږو، د دې علمي کاروان نه پاتې کېږو. زه وایم که چېرته د ډاکټر صاحب غوندې فکر 100 کسانه دا پیدا شي په افغانستان کې دغه فکر ولري، زه په اطمینان سره وایم چې موږ او تاسو په دې برخه کې ډېر زیات توپیر راځي او په علمي برخه کې د کتاب په ویلو په برخه کې ډېر زیات تغییرات راځي. دا صحیح ده چې نن مثلا ډاکټر صاحب خیریه بنیاد دا ابتکار وکړه، یو څه امتیاز ورته قایل سو، له سوداګرو نه ډېر مننه کوو چې په دې برخه کې پانګونه کوي. ځوانان تشویق کړه دې لپاره چې بالاخره مطالعه وکړي. دا د کورنیو مسؤلیت هم دی، د پلرونو د مور و پلار مسؤلیت، غټ مسؤلیت په دې کې رول لري. اخوان المسلمین مشر حسن البنا رحمت الله علیه به ویلي، وایي که تاسو غواړئ بیرته هویت را ژوندی کړئ، بیرته امت راټول کړئ، بیرته یو اسلامي دولت رامنځته کړئ، له فرد نه اصلاح باید شروع سي. بیا هغه په کورنیو باندې، مور و پلار نه. مور و پلار که باسواده مور و پلار وي، مور و پلار که کتابخانه مور و پلار وي، په دې کې هیڅ شک نشته ده چې هغه کوم نسل رامنځته کېږي، هغه نسل به ټولنې ته باسواده نسل تربیه کېږي. خو نن موږ او تاسو ګورو بدبختانه دغه ښار و بازار کې ماشومان چې ګورو ډېر واړه ماشومان دي، هغه وګوري یا موټر مینځي یا یو بل کار کې بوخت دی یا په ګدایي کې بوخت دی. ډېر زیات سړی ورته خفه شي. ما ته هم ډېر کسان وایي چې استاده د وطن به څنګه جوړېږي، څنګه به کېږي. زه وایم چې دغه وګړو نه ټولنې نه تاسو قیاس وکړئ، د وطن را روان 100 کاله بیا یا 10 کاله را روان به تاسو قیاس کولی شئ. ځکه دغه ماشوم چې اوس تا په باندې پرېښی دی، موټر مینځي او له مکتب نه ښوونځۍ نه پاتې، له مدرسې نه پاتې ده، دا چې لوی سي طبیعي شکل ده چې له دې نه دا توقع نشته ده چې موږ او تاسو ټولنه به د پرمختګ په لور روانوي. که چېرته موږ غواړو له همدغه نسل نه باید پیل کړو، له کورنۍ نه، له ټولنې نه، او دغسې علمي شخصیتونه چې موږ او تاسو په هیواد کې لرو، دوی باید د کتاب ویلو فرهنګ ته ډېر کار وکړي چې بیرته انشاءالله را ژوندی سي او یو پرمختللی ودان افغانستان ولرو. هغه افغانستان ولرو لکه نن چې جاپان یو نیم ساعت هر وګړی مطالعه کوي چې څېړنه شوې ده، او جاپانیان تاسو ګورئ چې څومره سختۍ یې وګاللې، او بالاخره اوس جاپان په تکنالوژي کې ځان ته یو څه وایي. یو بل وړاندیز هم لرو، که غواړو چې پرمختګ وکړو او دا ټولنه د پرمختګ په لور روان کړو، د ښوونکي باید قدر وسي. د ښوونکي قدر هغه وخت کېږي لکه جاپان غوندې چې له وزیر و والي نه د ښوونکي معاش ډېر زیات دی. زموږ او تاسو ښوونکی، زموږ او تاسو معلم، استاد، یو خوا درس ورکوي، بل خوا کراچیوان ده، بل خوا دوکانداري کوي، نو هغه بیچاره به څنګه وشي کړه چې څېړنه وکړي او بالاخره د اولاد به څنګه تربیه کړي. راځئ چې زموږ او تاسو د ښوونکي قدر وکړو، که هغه مالي برخه کې وي، که هغه معنوي برخه کې وي، د دوی قدر وکړو. او که د دوی قدر مو وکړه، په دې مطمئنه اوسئ چې انشاءالله وطن او هیواد جوړیږي. دویمه برخه، زموږ او تاسو په هیواد کې څېړنیز مرکزونه ډېر کم دي، که وي هغه ډېر کم دي، نشته ده. موږ او تاسو باید څېړنیز مرکزونه جوړ کړو د خپل د لیکوالانو لپاره، تر څو دوی څېړنه وکړي او زموږ ته په میراث کې همدغسې کتابونه پرېږدي او زموږ او تاسو نسل ترېنه استفاده وکړي. په آخر کې بیا هم له ډاکټر صاحب جمشید رسا څخه ډېره مننه کوو. الله پاک دې دا خوشحاله لري. د دوی له خبرو نه موږ او تاسو یې ګټه اخیستې، د دوی له کتابونو نه موږ ګټه اخیستې ده، او اوس انشاءالله د ده خیریه له بنسټ څخه به هم افغانان ګټه اخلي او په خاصه توګه په علمي برخه کې به انشاءالله ترې ګټه اخلو. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه، هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود. از جناب استاد مومند گرامی قلبا سپاسگزاری میکنیم. بسیار زیاد تشکر از بیانات بسیار ارزشمندتان. و حال جناب دکتر صاحب جمشید رسا را بازم به زحمت میسازم مرا همراهی کنه و مهمان بعدی ما را با شما شریک کنه و ازشان تقدیر شود.
در این بخش از عالم دوست داشتنی، سخنران برجسته و مدیر توانا، برادر گرانقدر ما استاد نصرت الله صاحبی تقاضا میکنیم که به استیج بیان، هم تقدیرنامه را تسلیم شوند و هم از سخنان خوبشان ما را مستفید بسازند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت دکتر سب گرامی و همه شخصیت‌های ارزشمند کشور و همه بزرگوارا و دانشجویا و محصلین و عزیزا، خیرین، مصلحین و همه عزیزایی که دیجا تشریف آوردین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگرچه ما ایره شایسته و لایق نمی بینم که حضور بزرگوارای چون شما صحبتی داشته باشیم، ولی چون جناب دکتر سب یک روز قبل پیام گذاشته بودن، از او خاطر با کمال احترامی که ما به جناب دکتر سب داریم، از او خاطر تشریف آوردیم و آمدیم که در اینجا لحظات خیلی کم خدمت شما پیام داشته باشیم. اولا از دکتر سب گرامی و همکارای عزیزشان بابت احیا و برگزاری چنین مجالس، بالاخص که او یک کار خیلی مهم عبارت از مسابقه کتابخوانی است، ما شخصا به عنوان یکی از شهروندای کشور ما تشکری میکنم. الله متعال همه کسایی که در این مسیر قدم میبردارن و گام برمیدارن، الله متعال عمر طویل با برکت و سعادتمند نصیبشان بگردانه. قدم دوم، مجلسی که امروز در اینجا انعقاد یافته، الحمدلله همهشان جوانا هست. البته به همه ما شما معلوم است که خود ما که جوانی را شمارش میکنیم که سنی از چند تا چند، ایره در فکر استادا اینا میگن که فقط یک شمارش، یک عدد است، ولی حقیقتا کسی که در هر مقطعی از زندگی خود فعال میباشه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، در هر بخشی از امور زحمت میکشه، او هر چند سنی که داشته باشه او را ما میگیم جوان. و خود جوان و فرصت جوانی یکی از فرصت‌های ارزشمند است که فقط در آسمان زندگی انسان مانند آفتاب یک بار طلوع میکنه و بس تمام. بناهن به این اهمیت جوان و جوانهایی که الحمدلله بالاخص در اینجا حضور دارن، الله متعال در حق اینها در سوره کهف اشاره کرده که انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدى. الله متعال از ایمان جوانها یادآوری میکنه، از هدایت جوانها یادآوری میکنه و اینا را به عنوان اولین صفتی که برشان یاد میکنه انهم فتیه، اینها جوانها بودن. اگر شما آغاز صدر اسلام را متوجه باشین، از استادای خود ما شنیدیم اکثریت کسایی که اسلام را پشت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را بسته کردند و پشت پیامبر استاد بودند، اونا اکثریت جوانها بودند. حتی کهنسالا خفه نشوه، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید که ما کهنسالا مخالفت کردند و کمر مرا جوانها بسته کرده. امروز که در این جمع الحمدلله جوانهای فعال، اهل مطالعه و کتابخوان در این جمع دیده میشه، برای انسان یک امیدواری و یک خوشبینی پیدا میشه. اون روز یکی از استادا، فکر کنم جناب استاد قاضی‌زاده صاحب بود، این موضوع رو یادآوری کرده بود. اونا گفت ای کاش یک مفکوره جدید در این وطن در معارف ای پیدا شود که بالای جوانها و بالای نسل کشور ای کتابخانه رو جبری بسازند. و این موضوع خیلی خوب است که امروز به خاطر که مردم به کتابخانه اکثریت علاقه ندارن، مجبور هستیم یا بزرگا مجبور هستند که اونا ای تو برنامه‌ای داشته باشن، مسابقه‌ای داشته باشن که اونا تشویق شود. ولی یک پروسه محکم و استوار و جبری اگر در مورد کتابخوانی و مطالعه ایجاد شود خیلی خوب خواهد بود. مثل که جناب مومنصب اشاره کردن، مشکل اساسی کشور، مشکل اساسی که ما و دست و پنجه نرم میکنیم، اکثریت مردم میگن اقتصاد، بله مسئله خوب است، اما مسئله اول کار، قدم اولیش علم است و خیلی خوب است الحمدلله که جوانها در این مسیر، چون علم آغاز کار است، توسط اقتصاد هم ساخته میشه، توسط نظام هم ساخته میشه، توسط سیاست هم ساخته میشه.
من امروز از یک سفر آمدم، از یک سفر ولایتی دور، به خاطر احترام جناب دکتر سب. من نظر شخصی شخص خودم به می رفیقم که حال امرای ما آمد، گفتم ای کاش امین موضوع اقرا، یعنی خواندن در میان جوانها امین تو اوج بگیره، مثل که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اولین پیامش به جوانها از آدرس قرآن کلمه اقرا بوده. یکی از استادا یک روز بیان میکردن، من سخنرانی رو طولانی نمیکنم، میگه در سرزمین عرب در اوج فساد به اوج خود رسیده بود، یعنی از هر نوع شما دیگه تاریخ قبل از اسلام را، پیش از اسلام را، زمان جاهلیت را خواندیم، اسلام آمد آسیب شناسی کرد. خب آسیب شناسی کرد، چی مشکل به خاطر اینقدر امراض، اینقدر بیماری ها یک قلم تجویز میکنه که اقرا بخوانن. پس وقتی که میبینیم کلمه اقرا کلمه اول کار است، رشد ما، موفقیت ما، صلاح ما، رستگاری ما، سعادت ما همیشه به خواندن تعلق داره. بالاخص مخاطب خود ما جوانها هستن، چون اینا بلکبون یا ستون فقرات جامعه شمرده میشن. به اینا لازمتر و خوبتر است که اینا با این مسیر روی برن، زحمت بکشن، تلاش بکنن. من قصد سخنرانی نداشتم، من از صبح که ساعت پیش از نماز صبح در سفر بودیم تا به می لحظه دیگه خستگی سفر بعضی اوقات نمیگذاره که درست سخنرانی شود. از حوصله‌مندی همه‌تون تشکر و کسایی که در مسابقه کتابخوانی مقام اول و بهتر گرفتن به اونا هم تبریک و مبارکبات میگیم، و کسایی که مطلقاً در این مسابقه سهم گرفتن فقط همین مفکوره در ذهنشون پیدا شد کتابخوانی هم یک کار خوب است، الله متعال از اونا راضی باشه. و کسایی که امرای دکتر سب در این مسیر همگام بودن، الله متعال از اونا راضی باشه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی را که دوست داشتن به او اعلام بکنن. ما دکتر سب جمشید رسای گرامی رو برشان میگم که والله بالله تالله که سخت دوستتان دارم. الله متعال شما را، هم نوع شما را و شما بزرگواران در این وطن عمر با برکت و پرخدمت بیشتر نصیب بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرد باید و دانش و راستی، خرد باید و دانش و راستی، که کژی بکوبد ار کاستی. از جناب صاحب از صحبت‌های عالمانه و اندیشمندانه‌شان قلباً سپاسگزار هستیم و حال باز هم جناب دکتر صاحب می‌خوایم که در استیج بیان و سخنران بعدی را با ما شریک بسازن و در کنارش از اونها تقدیر به عمل بیاید. بفرمایید. په دې برخه کې د ښکلې ځوان، د ښکلې خندا خاوند، د پاک زړه خاوند، د سختو ورځو یار د جاوید جان ابراهیمي څخه خواهش کوو چې سټیج ته راشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو باور په الله وکړئ چې زما په ژوند کې شاید یوه تر ټولو بهترینه صحنه همدغه وي، ځکه زه د استاد د 11 صنف د 12 صنف شاګرد پاتې شوی یم او دغه کاغذ چې ماته استاد راکول د زما دپاره یو خوب و. زه د 2014 کال کله چې ما استاد سره آمادګۍ کانکور ویلی، نو کله چې استاد سخنراني که زه همغه 2014 کال کې وم، کله به چې سهار وختي شول او د جمعې مبارکه ورځ به وه، نو استاد به په همغې ورځ په 8-9 بجو باندې سیمینار وړاندې کولو. ما به خپل کالي واغوستل، حرکت مې وکړلو، په داسې حال کې چې په ژوند کې به مې یو عالم امیدونه درلودل، یو عالم فکرونه به راسره وو. او کله به چې استاد خبرې شروع کړلې، نو د سیمینار به خلاص شولو. دغه سیمینار د وتلو وروسته به زه هغه جاوید نه وم لکه څنګه به چې 1 ساعت یا 2 ساعته مخکې وم. په ما کې به یوه بیله انرژي پیدا شوې وه، په ما کې به یو بیل شور پیدا شوی و. نو زه غواړم د استاد نه ډېره زیاته مننه وکړم. او دغه کاغذ چې ماته که بل هر چا راکړی وی او شاید په ډېرې زیاتې ځایونو کې ما اخیستی وي، ډېره زیاته مننه. همدومره خوند یې په هېڅ ځای کې نه دی راکړی لکه څنګه چې استاد راته تسلیم کړه. ځکه د یوه شاګرد دپاره دا تر ټولو لوی خوب وي چې کله وګورې استاد ستا تشویقوي، دا ډېر ښه وي. نو الله شاهد دی که زما داسې خبرې ذهن ته راځي چې زه یې وکړم، خو
ډېره زیاته مننه د استاد نه چې داسې یو محفل یې په لاره اچولی دی او بخصوص د مطالعې په بخش کې. لکه څنګه چې د وخت استاد جاوید مومند خبرې ته اشاره وکړله، ما یو ریسرچ لوستلو، هر اسرائیلی ځوان په کال کې 14 دانې کتابونه لولي او هر امریکایي ځوان په کال کې 12 دانې کتابونه لولي. همداسې د نور کشورونو حساب کوو 8 9 دی بیا مقایسه کړي وو د ټول امت مسلمه سره. تاسو پوهېږئ 13 دانې مسلمان ځوانان په کال کې یوازې یوه صفحه کتاب لولي. هغه کسان چې مطالعه کوي د هغو نورو سره یې مقایسه کړي وو، یعنې 13 دانې مسلمان ځوانان یوازې په کال کې یوه صفحه قرآن لولي. نو چیرته به دا مسلمانان پیشرفت وکړي؟ نن چې مسلمانان داسې خوار دي، نن چې مسلمانان هر چا ته احتیاج دي، یو علت یې دا دی چې موږ د علم نه لرې شوي یو. په داسې حال کې چې بهترین اختراګانو مسلمانانو کړې، دغه کامره چې تاسو ما پرې ګورئ د یو مسلمان جوړه کړې ده. په نړۍ کې اولنی پوهنتون یو مسلمان ځوان جوړ کړی و. خو نن زموږ او تاسو په وطن کې یوه مشهوره اصطلاح وه، همیشه به په دې کتابونو کې ما لوستله وي که غواړئ چې پیسې مې ورکې نه شي دا تاسو په کتاب کې کېږدئ. ما ویل شاید یو متل چا کړی وي. بیا زموږ خپلوان دي د کور ته غله ورغلی وو، د کور نه طلا ټول شی وړی وو، په د کتاب کې کومې لورکۍ یو څو زره ډالر ایښي وو، هماغه ډالر پاتې شوي وو، نور ټول شی ورسره وړی وو. همدغسې یوه خبره ده. نو خدای دې وکړي چې هر دوست ملګری په دې وطن کې د علم دپاره خپله حصه واخلي، لکه څنګه چې استاد اخیستې ده. زه د استاد د هغو شاګردانو نه یم چې د مطالعې سره دا اشنا کړم. ښه مې په یاد یو سیمینار و، په هغې وخت کې د موږ ته یو کتاب معرفي کړو په نامه د 100 مرد تاثیرګذار در تاریخ جهان. ما چې کله اولنۍ مطالعه شروع کړله هغه د مغه کتاب نه چې استاد ما ته معرفي کړې وه، او زما په شان په سلګونو او په زرګونو نور داسې شاګردان به د استاد وي چې د ده سره به یو عالم وخت تېر کړی وي. د ما د استاد سره دومره مینه وه چې سهار به کله لاړم مکتب ته، بیا به د مکتب نه وروسته تللم آمادګي کانکور ته، او اساسات مې استاد سره ویلي وو. نو یو وخت به ټوله ورځ د ده سره ناست وم. بیا د جمعې په ورځ د دې په خاطر چې استاد مس نه شي، د ده به سیمینارونه وو، په هغې ورځ به ورتلم. د شپې د طرفه د پر یوه رادیو کې برنامه درلودله، هغه به مې اورېدله. حتی سهار وختي د په یو بله رادیو کې برنامه درلودله، هغه ټوله به مې اورېدله. او کله مې دا فکر کې هم نه راتله چې داسې وخت به راشي چې زه به استاد حتی یوه میاشت ونه شم کتلی. اما د ژوند مصروفیتونو دا کار وکړو چې متاسفانه ډېر وخت د استاد پوښتنه رانه پاتې وي. بیا هم کله کله ورشم او ویې ګورم. نه پوهېږم دا به د دې برنامې اصول وي که نه وي، خو زه غواړم یو استاد دلته راشي او زه په غېږ کې ونیسم، په ټنډه یې مچې کړمه او ورته وایم چې استاده ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. شخصا زه داسې الفاظ نه لرم تاسو نه مننه وکړم. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. ما مخکې په یو تلویزیونه کې هم د استاد نه دا مننه کړې وه. شخصا زما په څېر په زرګونو داسې ځوانانو ته استاد یوه نوې هیله وه، یو نوی امید یې ورکړلو. یعنې ته باور په الله وکړه کله به چې استاد خبرې کړلې ما به د ده خبرې اورېدلې، ما به ویلې ما داسې وخت به راشي چې زه لکه استاد غوندې چېرته سخنراني وکړم. نن ما ته د افتخار ځای دا دی چې استاد ناست دی، زه خبرې کوم. او جالبه دا ده چې زه د ډېر وخت تاثیر لاندې نه راځم، خو اوس مې پښې رېږدي. شاید یو علت دا وي چې د استاد د وړاندې ما ته سخنراني بیخي حیا راځي او ما خبره مې هم دلته بس وي. مهربانی که خداوند متعال بعضی‌ها را که میته همه چیز میته، از مقبولی و از خوشخطنگی و از خدمتگزاری دیگه. ما آرزوی و روزایی را دارم، راستش آرزو دارم دیگه بد نخوره. یک روزی در خانه شده باشیم که یک کابینه اعلان شود که همین برادرای بزرگوار ما، صاحبی صاحب یک وزارت پیش بره، جاوید جان یک وزارت پیش بره، مومن صاحب پیش بره، رضا جان یک وزارت پیش بره، اینا کسایی است که واقعا دلشان به این وطن میسوزه و ثابت ساختن که چه خوب نام خدا مدیریت میتونن. و جاوید خود در هر روز سخت مردم اولین کسی که حاضر می باشد در یک صحنه مصیبت بار و مرهم میگذاره بر روی زخم آسیب دیده ها، دیگه باعث افتخار ماست. تشکر. خدای ما آباد ببره. مننه چراغلی کور مو ودان. تاسو لیاقت ډیر ده، خدا دمونږه محدودیتونه دي چې نور نشو تغییر کنه. تاسو ته باید ډیر. و اخرنی خبره کم بیا ځم. خدای دې په هر کور کې لکه ډاکټر صاحب غوندې یو ځوان پیدا کړي. خدای دې هر هیواد ته داسې یو څوک ورکړي، ځکه استاد چې د وطن ته څه وکړل مونږ ولیدل. په داسې حالاتونو کې چې استاد باندې په زر رقمه خبره وشي، زه کله کله د خپرونې ګورم، بعضې خلک ورته وایي چې نه استاد وضعیت ګډوډ شوی. زه ورته د وطن دپاره چې سړی هر څه وکړي کمه ده. نو استاد ما د هغه د 2014 کال ټوله خاطرې داسې راټولې کړلې او یو عالم خوبونه مې وکتل. انشاءالله چې مونږ وکولی شي په دې بخش کې در سره همکاري وکړو. یوه خوشخبري چې دغو کسانو دپاره چې دلته یې هغه لوړې 10 نمرې وړي دی، کولی شي زموږ په مرکز کې
ګرافیک ډیزاین انګلیسي د یوه کال دپاره مکمل رایګان ووایي چې هر دوست ملګری وي غیم خپل دی ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه د تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه که دشمن که دانا بود به ز دوست که دشمن که دانا بود به ز دوست که با دشمن دوست دانش نکوست. از جناب ابراهیمی صاحب بسیار زیاد تشکر. همونطور که جناب استاد گفتن برادر خیرنده شما همیشه در صحنه حضور دارن مثل دوستای دیگه ما که در این جمع هستن. و استاد بفرمایید. من را نمیمانم اصلا مهمان بعدی را بگویم. بفرمایید که تقدیرم شوند معرفی کنم. ما پیش خود همیشه فکر میکردیم که همت یک محفل جدا برای دوستای زحمتکش کشور ما داشته باشیم. انشالله خدا مهربان است. ولی حال چون همی فرصت مساعد شده بود حداقل یادی از بزرگیشان کنیم که خداوند متعال اول میبینه تمام زحماتشانه و دوم هرچند یک تعداد دوستای ما کم مهری میکنن در صفحات اجتماعی ولی قبول کنیم آسیب سالهای متمادی از جنگ و نابسامانی کشور است. من همیشه میگم که اگر روزی کل کامنت ها خوب بود او روز ما میریم در خانه میشینیم میفهمیم مشکلات حل شده ولی تا روزی که کامنت بد بر از این دوستای بزرگوار ما میتن اینا باید اس دلسوزیشان زیادتر شد و بفهمه که مردم ما قدر آسیب خورده که بیخی از پیششان گدوت شده خدمتگار خود دلسوز خود نمیشناسن. با او خاطر حتما جدام براتان محفل خواد داشتیم ولی فعلا امیر شما از طرف ما حداقل یک پاس یادآوری شما باشه. در این قسمت از جوان پرتلاش ما سخنران بسیار خوب طراح و دلسوز کشور از رضا جان احمدی خواهش میکنیم که بیان و سخنانشان ما را مستفید بسازن. زحمت میکشید خیلی زحمت میکشید خدا حفظتون کنه. انشالله یک کارگاه طراحی بزرگ داشته باشید و یک تالار سخنرانی ما سخنرانی های زیاد باشید. سلام. والا میبخشید اینجا هر کسی که میبینم دکتر و انجینر منو صدا کردن بالا. خب اینم دلیل داره. استاد دیدن که هر چقدر نصیحت میکنن فایده نداره بان تا یه درس عبرت 2 متری رو بیارم که همه ببینن و شاید آوردن یه درس عبرت نتیجه بده. والا منو صدا کردن گفتن بیا سخنرانی بکن. من که سخنرانی از روم نمیاد گفتم که بذار یه داستان تعریف کنم. هر چقدر منتظر نشستم که استاد داستان چرسیا رو بگن ما نشد. ارمان به دلم ماند. انشالله دفعه بعدی داستان چرسیا رو از استاد میشنویم. من به جاش داستان رو من تعریف کنم که بحث زیاد خسته کنم نشه. داستان رو باید یه مقدار بریم عقب‌تر به اوایل حکومت کمونیستا در افغانستان. کمونیستا من شنیدم که تعهد کرده بودن ما پل ریش تراشی رو تا روی کوههای پامیر رو هم میرسونیم. این طرز تفکر کمونیستا بود. اگه انقدر تعهد داشتن که یک پل ریش تراش رو تا روی کوههای پامیر برسونن در زمینه درس و تحصیل و مکتب هم بسیار سختگیر بودن و تلاش داشتن. داستان 2 تا بچه رو میخوام تعریف کنم. یکی از این بچه ها پدرش اصطلاحاً کاکای مکتب هست و خودش هم شامل همون مکتب هست. زمانی که کمونیستا میان این کاکای مکتب میگه خب کار کردن برای دولت کمونیستی حرام است، نانش هم حرام است، پیسش هم حرام است، از کاکا بودن مکتب انصراف میده. پسرش رو هم از مکتب میکشه بیرون، میگه که درس خوندن در نظام کمونیستی هم بچه من رو کافر میکنه. برمیگرده به قریه و پسرش رو در ازای سالی 2 بوجی گندم تبدیل میکنه به یک چوپان. این یکی از بچه هاست.
بچه دیگری داخل قریه کناری زندگی میکردن. این قریه چنانی مردمش فقیر بودن که مثل دیگر قریه ها پیسه نداشتن که یه شاهی، دو شاهی یا قران یا هر چیزی که بوده جمع بکنن بذارن روی هم به ملک قریه بدن که تو ببر به دولت این پیسه رو تسلیم بکن، رشوه بده که درس کفری داخل قریه ما نیاد و بچه های ما کافر نشه. این پسری که توی این قریه فقیر زندگی میکرده، این مردم ها انقدر فقیر بودن که همون پیسه یک شایی دو شایی هر خانه رو نداشتن که جمع بکنن و رشوه بدن که درس کفری نیاد. خب درس کفری به جبر میاد. اینها آنقدر فقیر بودن که این رعیت بودن دیگه. یک دست لباس این بچه تو زندگیش داشته، دامن پیش روشو از دو طرف گری میکرده به کمرش. اینا فقط حق داشتن شلغم بکارن و بخورن، بقیه هر چیز دیگه‌ای که میکاشتن مال ارباب بوده. مادرش صبح به صبح همون شلغم آبجوش میکرده، اینم دامنشو گری میزده به کمرش و این شلغما رو میریخته داخل این دامن و ساعتها میرفته به سمت همون مکتب کفری. بعد از مکتبم که برمیگشته باید کمک پدر رعیتش میداده سر زمین و خب سر زمین کشاورزی هر کسی که میکرده دستش به هر حال زخمی شده. جایی که زخمی شده اینها آنقدر فقیر بودن که تیکه‌ای پیدا نمیشده که اون زخمو باش ببندن، از دامن پشتی لباس چیر میکردن و اون زخمو میبستن. این بچه تو اون 5 سال 6 سال مکتب ابتدایی که داخل قریه میخونه خودش بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشده و لباس براش تنگ و تنگ و تنگتر. این آدم وقتی مکتب ابتدایی رو تمام میکنه مجبورش میکنن که بره شار. این آدم با لباسی میاد شار که دامن پشتیش رسیده تا پشت کمرش، از بس دستش زخمی شده سر زمین کشاورزی و لباس دیگه نبوده، از همون پشت پاره میکرده میبسته. وقتی میاد شار با لباسی میاد که دامن رسیده به پشت و دامن پیش رویی هم کاملا رنگ گلابی گرفته و رنگ شلغم گرفته. دوباره اینجا درس کفری رو سر اینها میخونن و این آدم تبدیل به دکتر متخصص میشه و مستر خدمت میشه برای کشورش. برگردیم سر داستان اون پسری که چوپان شد در ازای ماهی 2 بوجه گندم. اون پسر مهاجرت کرد، خودش که نتونست درس بخونه مهاجرت کرد ایران تا بچهش بتونه درس بخونه. اینجا داستان بچه سوم میاد وسط که اون بچه منم. پدر من سر خودش که نتونست درس بخونه سر ما درس خواند، ولی چه رقم درس خواند؟ خانه دیوار به دیوار هر مکتبی که ما میرفتیم و به هر قیمتی که میشد کرایه میکرد. گوشت از بازار نمیخرید، ماکارونی و شیر و ماست و اینها رو که اوسوبان. حتی علفی که به گوسفند میداد علف رو هم خودش بعد از کار درو میکرد، بهترین علف رو می آورد به گوسفند میداد، اونم نمیذاش گوسفند بشه. بره‌ای که 13 کیلو 14 کیلو میشد سرش رو میبرید و هر شب به ما این آدم گوشت میداد. موقعی که ما میخوردیم میگفت بخورید. کسی از قریه پهلوی ما با خوردن شلغم شکمشو پر از شلغم کرد ولی امروز مغزش پر از دانشه. ما گندم خوردیم ولی مغزمون پر از شلغمه. شما رو گوشت میدم و انتظار دارم که مغز شما پر از دانش بشه. این آدم تمام تلاششو کرد که ما درس بخونیم و واقعیتش اینه که درس مکتب برای من بسیار چیز ساده ای بود. استاد که میگفت 2 جمع 2 میشه 4، من لازم نبود اینو تکرار بکنم، فقط میپذیرفتم، میگفتم منطقیه 2 جمع 2 میشه 4. دیگه نیازی به خوندن بیش از حد نمیدیدم. وقتی پدرم میومد خونه میدید که ما مشغول گیم زدنیم یا مشغول تلویزیون دیدنیم میگفت که شما چرا در حال خوندن نیستین؟ اون بیچاره چون بی سواد بود، چون سرش پر از شلغم بود، نمیفهمید که داخل سیستم آموزشی چه خبره. اون فکر میکرد به ما همه چیز یاد میدن، ولی خبر نداشت که به ما
بسیار چیزای ساده و ابتدایی یاد میدن. هر چقدر من تلاش میکردم برای پدرم توضیح بدم که چیزی که تو مکتب به ما یاد میدن بسیار ساده است، اصلا لازم نیست من تکرارش بکنم. و پدرم با تعجب میپرسید، میگفت خب چرا کتابای دیگه نمیخونی؟ این همه کتابخانه، این همه کتاب، چرا وقتتون رو با گیم زدن و با تلویزیون دیدن صرف کنید؟ کتابای دیگه بخوان. این همه زمانی که شما دارید شبانه روز باید در حال خوندن باشین. من باشه رو میگفتم ولی خب اجرا نمیکردیم. واقعیتش اینه که تو خونه به من آقای باشه میگفتن. از بس باشه به پدرم گفتم، پدرم هر شب میگفت بخوان، ما میگفتیم باشه. از یه جایی به بعد پدرم دید که ما نمیخونیم. پدرم به جای نصیحت کردن شروع کرد به آه کشیدن. هر شب تو اتاق بغل آه میکشید، آه از عمقی میکشید که من فقط نمونهشو تو آهایی میبینم که استاد جمشید رسا میکشه. خلاصه مکتب ما خوندیم، پوانتون هم خوبیم، انجینر شدم. توی اینترنت هم که درس بخوندم، میسونسو هم که درس بخوندم، همون درسای فنی و انجینریمو میخوندم و خب با همین چیزایی که خوندم یه موتر جور کردم. این موترم بردم بزرگترین نمایشگاه موتر جهان، نمایشگاه اتومبیل ژنو، جایی که لامبورگینی از اونجا معرفی شده. خب تا اونجا رسیدم، یک چیزی ساختم که کل دنیا رو تکان داد. با اون چیزایی که خواندم یک موتری ساختم که کل دنیا رو تکان داد. ولی با اون چیزایی که نخواندم و پدرم شبانه روز آه میکشید که پسر جان بخوان، با همون چیزایی که نخواندم من اون چیزی که ساخته بودم رو نابود کردم. من علم مالی نخوندم. از این در که میام این جوونا همه با من سلام علیک میکنن. هر جا که میرم، هر ولایتی که میرم، جووناش منو میبینن به عنوان یه مهندس، به عنوان یه آدم موفق. کلمه موفق رو من اصلا معنیشو نمیدونم ولی خب همه میگن تو موفق. من انجینری خوندم، یه موتر فوق‌العاده زیبا درست کردم، ولی علم مالی نخوندم، اقتصاد نخوندم. به علت نخوندن اقتصاد اون چیز باشکوهی که خلق کرده بودم و نابود کردم. جوری نابود کردم که همین لحظه که اینجا استادم و زمستان شده و سقف خونم رو باید کاگل بکنم، جرئت نمی کنم برم روی بام خانم و کاگل بکنم. من خوابیده سقف خونم رو کاگل میکنم. چرا؟ چون به تمام خونه‌های اطراف من بدهکارم. از شار که من میام، از قوای مرکز که میام، من مسیر مستقیم 1 کیلومتری رو 5 کیلومتر میشه. من اینطوری میام چون به تمام دکاندارا من بدهکارم. و با درآمدی که الان دارم تا زمانی که موهام به اندازه دندونام سفید بشه من باید کار بکنم و اون بدهکاری صاف نمیشه. من چیزی رو که با درس مکتب ساختم، با چیزی که باید توی طور مسابقه‌های کتابخوانی توی کتابخانه ها میفهمیدم و نخوندم نابود کردم. من جامعه شناسی نخوندم. من اگه جامعه شناسی خونده بودم و میفهمیدم که وقت درست وقتی نیست که یه جامعه تازه از جنگ اومده بیرون، یه جامعه کوتاه مدته و شاید خوب نباشه که دستتو جلوی این مردم دراز بکنی، که اگه دراز بکنی نام میشانن رو دزد. دزدیت میرسه به میلیون‌ها دلار. بعد مردم این حرفو کیلومترها میبرن اون طرف، میبرن 2500 کیلومتر اون طرفتر، میبرن دم در خونه پدرت و به پدرت میگن که خبر هستی که پسر دزد شده و میلیون‌ها دلار پیسه مردم افغانستان رو دزدیده. و پدرم از اون آهی که میکشید شبانه باید 2 برابر آه بکشه. اگه اون روزی که گفته بود بچه جان بخوان من خوانده بودم، امروز من اینجا نبودم. من امروز معلوم نیست تو کدوم مسابقه بودم، با کدوم مشتری جلسه داشتم، ولی خب الان اینجا اومدم و کل اونمو ظرف بادومی که برای 3 نفر گذاشتم اونو من تنهایی خوردم. نه؟ اومدم افغانستان،
گوشم از آه کشیدن پدرم خلاص شد. میفهمم همه تونو که پدراتون نصیحت میکنه خسته این باشه رو میگین. خب اومدم افغانستان، گفتم خوب شد یه مدت آه پدرم رو نمیشنوم، میتونم کار بکنم. رادیو رو چالان کردم که دیدم یه نفر دیگه آه میکشه. کی؟ استاد جمشید رسا. آه میکشه که ملت بخونید، اگه اینترنت نیست دواخانه من کوچه دوم سرک سیلو بود، نه؟ بیاید من فقط 20 رو پس 50 رو پس چقدره؟ فقط پیسه فلش رو ازتون میگیرم. کل درس رو من مفته براتون ثبت کردم. بیایید بگیرید بخوانید. خب ما رادیو رو خاموش کردیم. فیسبوک رو روشن میکنی میبینی استاد آه میکشه میگه ملت بیاید بخوانید، دواخانه من فلان جاست. خب ما نخواندیم. از سر زیرزمینی رد میشیم میبینیم همه کتاب فروشا کتاب این آدم هست، روی کتابم نوشته آه. بازم ما نخواندیم. داخل یوتیوب هم که نگاه میکنم میبینم نخواندیم. پیش این اندیوالم کجاست؟ فراد رامکی. اونجا میرم باز میبینم اونجا استاد است میگه که آه مردم بخوانین. ببینین مردم، من یه درس عبرت، من تو زندگیم اگه هیچی نشدم حداقل یه درس عبرت خوب شدم. اینو جدی میگم. من با چیزی که تو مکتب یاد میدادن، من الان شما بیاید من میگم سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 میشه 1، تمام 360 درجه دایره مثلثاتی رو من بلدم. همین لحظه فرمول عمومی مشتق انتگرال میتونم برات بگیرم. این سازه رو من میتونم از پای سنگش محاسبه بکنم تا فشار بادی که روی این ساختمون داره میاد. اینا رو همه رو تو مکتب یاد گرفتم. خوب بود ولی کافی نبود. علم ما تو جامعه زندگی میکنیم، چرا جامعه شناسی نمیخونیم؟ ما تو اقتصاد کار میکنیم، چرا اقتصاد نمیخونیم؟ ما با مردم کار میکنیم، چرا مردم شناسی نمیخونیم؟ میبینین ما تکبودی داریم پیش میریم. تو دنیایی که امروز زندگی میکنیم با هر چیزی که سر کله داریم، ما با تکنولوژی سر کله داریم، نمیخونیم در موردش، در مورد جامعه نمیخونیم، در مورد اقتصاد نمیخونیم. آخرش میشه چی؟ میشه مثل من شیر میدی یه من، بعد آخر بار یه لغت میزنی بهش، یه جوری خودتو بدبخت میکنی که الان زمستون هر روز بهت میگم برو پشت بون رو کاگل کن، نمیتونی، قدت هم 2 متره، مجبوری یه کس دیگه رو بیاری کاگل کنی. خلاصه منو خوب نگاه کنید، من یه درس عبرت خوبم. آره اومدم اینجا که همینو بگم. حالا برنامه‌ام چیه؟ زمستون روزام کوتاست، کارم نمیشه. کار منم سمت پل چرخیه. از برچی تا برم پل چرخی برگردم شب شده، 1 ساعتش هم که به نان چاشت بگذره چیزی تش نمونه. تصمیم گرفتم که برگردم خونه با یه دامنی که از 2 طرف گره زده شده به کمر. به مادرم بگم که شلغم داریم تو خونه یا نه. این روزا روزگار پدرم خرابه دیگه، گوشت مشت به ما داده نمیتونه، ولی فکر میکنم که شلغم تو خونه ما پیدا میشه. تو خونه همه شما هم فکر کنم شلغم پیدا میشه. دامنای همه هم که سیل میکنم ماشاءالله دامن همه هم از پشت سالمه هم از پیش رو. من یکی که موتر ساختن اینا رو الا کردم، دامنمو گره میزنم به کمرم، برمیگردم خونه پدریم، عمو شلغم رو آبپز میکنم میریزم داخل دامنم، یه چک از شلغم زده، یه دونه هم کتاب خونده میرم تا مشکلم رو حل کنم. راه دیگه ای هم منم مثل استاد نمیبینم دیگه. از ما مردم رعیتیم دیگه. شلغم گوشه زمینه و یه کتاب که استاد میگه. همین برنامه منه. برای شما والا من کی باشم که چی بگم؟ من یه درس عبرتم، فقط اومدم اینجا شما سیل کنین، شاید شما مثل من نشید. تشکر استاد. خیر ببینید با نصیحت که نشد، با مسابقه کتابخوانی و درس عبرت نشان دادن شاید بشه. تشکر. خانم در کارگهی کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. هر یک به زبان حال می گفت کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش.
بسیار زیاد تشکر جناب احمدی صاحب از صحبتهایتان و از درد دلتان که نسبت به خودتان و جامعه داشتین. دیگه انشالله که همه چیز خوب شود. و بسیار زیاد تشکر از حوصله‌مندیتان. قلباً سپاسگزاری میکنیم تا این لحظه تحمل کردین، حوصله کردین. بازم تشکر. محفل ما رو به اختتام است. حالا نوبت جوایز است، جوایز نقدی، لوح تقدیر و بعدا میریم طرف صرف طعام چاشت بخیر. و حال جناب حاجی مولوی صاحب تاج الدین مظهری را دعوت میکنیم که نماینده جناب حاجی صاحب نورزاد که خودشان نتونستن کدام محفل دیگر رفتن که اونا هم در استیج تشریف بیارن و صحبتهایشان هم داشته باشیم و در کنارش لوح تقدیر و جوایز نقدی را در خدمت کسایی که در این پروسه شرکت کردن و بلندترین نمرات گرفتن بر اونا تفویض بدارن. حاجی صاحب مظهری بفرمایید. دوستا همکاری کنین که دانش آموزان تشریف بیارن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبي أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستای گرامی، از اینکه وقت رو به اختتام هست زیاد مصدی اوقات شریف شما نمیشویم او بدون مقدمه سر اصل مطلب می روم. کلمه اقرا چه کلمه زیبایی هست. از 69,000 کلمه در قرآن عظیم الشان اولین کلمه از اقرا است. از بیش از 6,000 آیه قرآن 5 آیه اولی از اقرا بسم ربک الذی خلق می باشد. توسط همین دانش الهی، توسط همین تعلیم و تربیه، رسول خدا صلی الله علیه وسلم زندگی انسانها را درست کرد تا جایی که فلسفه بعثت خدا اعلان کرد انما بعثت معلما انما بعثت لأکرم مکارم الاخلاق. فلسفه بعثت خود را پیامبر ایتو اعلان کرد که من به عنوان یک معلم مبعوث شدم. فلسفه بعثت خود را اعلان کرد که من به عنوان این مبعوث شدم که اخلاق به پای تکمیل برسانم. لذا عزیزان من، و این هم برداشت نشوه و تصور نشوه که تنها رسول گرامی اسلام علم آورد به دنیا. نه، از بدو ورود انسان به کره خاکی الله متعال انسانهای را فرستادن تا مردم راهنمایی بکنن. ولکل قوم هاد، خداوند میگه در هر قوم، در هر قبیله من کسی را فرستادم تا کو انسانها را راهنمایی بکنن. در عراق همچنان حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاد. در بین النهرین در جنوب آسیا حضرت آدم علیه السلام فرستاد. در شام و عراق انبیا علیهم السلام الله متعال در هر گوشه کنار فرستاد. دوستان من، برای هر پیامبر الله متعال جل جلاله معجزه عملی داد. معجزه عملی. مثلا به حضرت موسی علیه السلام عصای اژدها ساخته میشد، بر عیسی مرده ها را زنده میکرد، و به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه علمی داده شد در کنار هزاران معجزه عملی. تفاوت بین معجزه عملی و معجزه علمی چی هست؟ این هست
که پیامبر زمانی که رحلت کرد رفت، معجزه عملیش باهاش رفت. اما معجزه علمی تفاوتش این است که 1400 سال تا به حال از دوران رحلت پیامبر میگذره، دین پیامبر هنوز در حال رشد است، در حال تکامل هست. به چی معنا؟ به این معنا که یعنی علم یک از خصوصیات های امت اسلامی هست. همینطور که پیامبر ما پیامبر علمی بود، همینطور که پیامبر ما معجزه علمی داشت، امت پیامبر ما امت علمی هست. نوشتن، خواندن، تألیف، تصنیف یک از خصوصیات های امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. زمانی که تاتاریان اندلس را، اسپانیا امروزی را فتح کرد، با هم نشستن که چیکار بکنیم اینها را شکست بدیم. گو بیا کتابخانه اینها را با آتش بکشیم. 50 سال سرمایه گذاری کرد تا کتابه های مسلمان ها را از بین ببرند. زمانی که خلافت اسلامی را پاشیدن از هم و در بغداد نسل کشی را شروع کردن، مسلمان ها را قتل عام کردن، مسلمان ها فرار کردن و در وقتی که فرار میکرد پل دجله را خراب کرد که پشت سر اینا هم باقی مانده را نکشند. میگه زمانی که پل اینا خراب کردن، تاتاریان آمدن چیکار کردن؟ کتابهایی که مسلمانان نوشته بود در بین رودخانه انداخت، جاده ساخت، از بارز اینا تیر شد. جالب اینجاست که تمام کتابهایی که در رودخانه انداخته شد، کتابخانه یکی از شهر بغداد بود. یک کتابخانه را در تاریخ میاره، میگه تا 1 ماه آب رنگ ساخته مرکب شده بود، مردم حاجت نداشت که رنگ بگیره، از آب دریا میگرفت، تیره شده بود و با اون نوشته میکرد تا 1 ماه از یک کتابخانه. ببین که تألیف و تصنیف از خصوصیات این امت هست یا نه. لذا عزیزان من، خواندن و نوشتن خصوصیات ما هست. کوشش بکنیم که از این خصوصیات استفاده بکنیم. وقت گرانبهای خود را به هدر ندیم. وقت مانند جام خالی است، این دست توست که شهد پر میکنی یا زهر پر میکنی. وقت غنیمت بگذاری. امروز اگه ساعت دست مرا کسی دزدی بکنه 1000 افغانی قیمتش است، دنبالش میدوم، میگیرم، دست پلیس میدم، مجاهد میدم، اگه پرسان که چرا، میگه ساعتم را دزدی کرده. اما یک دوست میآید ساعت عمر تو را دزدی میکنه، سر کوچه با تو گپ میزنه، 1 ساعت دروغ غیبت میگه، آخر میگه تشکر که وقت ما را تیر کردی. ساعت عمر تو دزدی میکنه، عمر که دیگه نمیتونه پس دوباره برگشت نداره، از اون تشکری میکنی، ولی ساعت دست تو را که دزدی بکنه چقدر غمگین میشوی. لذا از این وقتها استفاده کنید. سزا که یک دانشمند ژاپنی یا فرانسوی دقیق نیست، کمتر از 50 سال سن میکنه، 1000 کتاب مقاله رساله نوشته میکنه. 1000. و او به عقیده بود که مردم لنگره است، انسان از پیشرفت نگاه میداره. در یک خانه بالا خانه تنها زندگی میکرد و دور از مردم و تالیف میکرد. ما که امتی هستیم که خصوصیات ما تالیف و تصنیف است. امروز جوانای ما بد نبرد، یک رقعه مریضی نمیتونیم نوشته کنیم، یک ورقه درخواستی نمیتونیم پیش عریضه نویس میبریم و او با کمتر از 50 سال. مسلمان ها هم است که عمر خدا در تصنیف و تالیف گذرانده، وقت کم است که ما اونها را بیان بکنیم. وقت غنیمت بشماریم و تالیف و تصنیف ادامه بدید، مطالعه بکنید، انشاءالله به جای بالاتر و تالیف و تصنیف برسید. مطالعه جای خود باشه که خود شما کتاب نوشته کنید انشاءالله تعالی. خود در اخیر تشکری میکنیم از برادر محترم ما، اگرچه من به عنوان نمایندگی از او هستم، باز از طرف شخص شخیص خود از او تشکری میکنم که حاجی صاحب سید احمد نورزاد یک تاجر ملی هست، عضو مدیره هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هست، ولی به عنوان یک جوان این درک و فهم کرد که مبلغ هنگفت پولی را برای جوانا مصرف بکنه که اونا در آینده کتابخوان شوه، اونا از جهل بیرون شوه. چی میشه که اکثر تاجرای ما که الحمدلله الله نعمت پول به اون داده، الحمدلله یک نعمت است الله به اونا داده، از این نعمت استفاده کن در راههای خوب، در راههایی که منفع جامعه باشه. خیر الناس من ینفع الناس. پیغمبر میگه بهترین انسان او است که به دیگران نفع برسانه، و از این نفع بزرگتر چی نفع باشه که اینقدر زمینه را مساعد میکنه، که اینقدر جوان پای کتاب میشینه و کتاب میخوانه. از الله متعال
سعادت دارین برای حاجی صاحب هم تمنا دارم و از همه تجار ملی تقاضای بنده این هست که در این جاها سرمایه گذاری بکنه که جوانان ما رو به علم و دانش و اینها بیاره. تشکر. خیر بین جهان سپاس. تشکر. یک لحظه ما را همراهی کنید. این تقدیرم برای جناب حاجی صاحب است. شما وسیله شوید و بسیار زیاد تشکر. مبارک باشه برایشان. ببر اینجا بده. مبارک باشه. صفا محمدی. حسن صفا محمدی. مبارک باشه. خیلی اینه جایزه نقدیرم بگیره. حسیب الله حسینی. مبارک باشد. حشمت الله حسینی. برادر هستی؟ هر دو؟ ماشاءالله. ماشاءالله. دو تا برادر بودن. اینا نمره بلند گرفته بودن. برایشان مبارک باشد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. در قدم نخست تحفه سرور کائنات را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم تک تک نخبه های این سرزمین که به خاطر ضیق وقت از گرفتن نامشان معذور هستیم عرض می دارم. و بعد از عرض سلام دوستان نهایت عزیز، ما خیلی کوشش میکنم که صحبتهای خودم مختصر داشته باشم. ما شما همین کتابی را که خواندیم به عنوان 100 صفت جوان سالم، در میان صفتها یک صفت بود به عنوان همت بلند داشتن. همت بلند داشتن یعنی چی؟ الگوی اصلی همت بلند را از کجا میگیریم؟ از این میگیریم که پیامبر بزرگوار اسلام ما صلی الله علیه و سلم زمانی که از گرسنگی در شکم خیش سنگ بسته بودن و در اطراف مدینه خندق میکندن و اونجا میگفت که ما قصرهای روم و فارس میبینم. مشرکین همه به استهزا میگرفتن یک ملت و جماعتی کوچکی که از گرسنگی در شکم خیش سنگ بسته کردن چگونه خواب فتح روم و فارس میبینه. اما ما دیدیم که این آرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم را شاگردانی که زیر دستشان تربیت شده بود تحقق بخشید. امروز هم همت بلند داشتن یک جوان همین هست که ما با آینده امیدوار باشیم که تا چند سال بعد مریض ما جهت معالجه و تداوی به بیرون نروه. جوانان ما به خاطر فقر و فاقه به کشورهای کفری پناهنده نشوه، در دریاها غرق شده و خوراک ماهیا نشوه، در کشورهای بیگانه مجبور به مزدوری و کارگری نشوه و یک جوان همین فکر بر سر بپروانه که ما کسی هستم که در آینده ملت خود را از این بدبختی، از این رنج و از این مشقت خلاص میکنم و برای سعادت پیشرفت میکنم. و کسی باشه که به این فکر باشه که در آینده جوانان و دانشمندان ما که قسم رضا جان گفت محتاج به این نشوه که به خاطر کاغل خانیش خود مخفی کنه از دست طلبکارا و بدهکارایشان. اینقدر همت داشته باشیم و این اندیشه را به خود داشته باشیم. واقعا جای رنج است که یک جوان ما 16 سال تحصیل میکنه، 18 سال تحصیل میکنه، اما به خاطر فقر و گرسنگی محتاج میشه به یک کشور بیرون پناهنده میشه. بسیار زیاد تشکر. دوستانی که
بلندترین نمره گرفته بودن 15,000 برای هر کدامشان جایزه نقدی از طرف بنیاد خیری دکتر صاحب جمشید رسا و حاجی صاحب نورزاد که نمایندهشان حضور داشتن تفویض شد و دوستان خواهشمند هستیم که در جایگاه تشریف ببرند. در مجموع 400,000 افغانی پول نقد است که به همه دوستان ترتیب شده و برشان اهدا میشه و حال از جناب پویا پیمان خواهشمندیم که در جایگاه تشریف بیارن و دوستای دیگه ما را در قسمت جوایزشان و اهدای لوح تقدیر همکاری کنند.